گپ فیلم تقدیم می کند روایت بازی مرد عنکبوتی 2. قسمت اول. سلام پیت. دارم رو درخواست کالج کار میکنم. نمیدونم، میگن که باید همه چیزو درباره خودم بهشون بگم. باید همه چیزو بگی. خیلی بده. تو توصیه‌ای داری؟ خب ببین چطوره. سلام، من پیتر پارکرم. 25 سالمه و لیسانس بیوفیزیک دارم و عاشق بهترین زن دنیا هستم. چه عاشقانه. اون بهترین خبرنگار شهره. موافقم. آفرین ام جی. من سعی دارم یه زن بی‌نظیر دیگر رو الگوی رفتاریم قرار بدم. عمه می. چقدر خاکی. چند وقت پیشم یه عنکبوت رادیواکتیوی گازم گرفت و قدرت‌های بی‌نظیری به دست آوردم. من نمیتونم اونو تو معرفی نامم بنویسم. من دارم مثال خودمو میزنم. من از قدرتام برای کمک به شهر استفاده کردم و جلوی کسایی که میخواستن به شهر صدمه بزنن و گرفتم، مثل استادم دکتر اکتاویوس. آزمایشگاهش توسط همکار قدیمیش نورمن آزبورن تعطیل شد. آتو هم با استفاده از یه سلاح زیستی کارشو تلافی کرد. آخر سرم من تونستم جلوی آتو رو بگیرم، ولی بهای سنگینی دادم. عالی بود، خیلی خوب بود. ولی من پیتر پارکر نیستم. دقیقاً. تو مایلز مورالزی. 17 سالته و دانش آموز آکادمی چشمانداز بروکلینی. دیگه چی؟ گمون کنم بعضی وقتا به مادرم تو هارلم کمک میکنم. اون نماینده مجلس ریو مورالز و یه دختر اونجاست که دیدنش برام الهام بخشه. نمیدونم، فکر میکنم یکی از بهترین هنرمندای شهره. خب باید بگم که منم توسط یه عنکبوت رادیواکتیوی گاز گرفته شدم و یه سری قدرت رو به دست آوردم. من از مربیم یاد گرفتم چطوری اسپایدرمن باشم، ولی از بابام یاد گرفتم چطوری قهرمان باشم. اون تو بمبگذاری مارتین لی تو سالن شهرداری کشته شد. این کارهای خوبی که هر روز سعی دارم انجام بدم و از بابام یاد گرفتم. ولی سخته حتی با قدرت‌های فوق‌العاده‌ای که داری بازم نتونی کسایی که دوستشون داری رو نجات بدی. مهم نیست چقدر تلاش کنی. قهرمان کسیه که هیچ وقت ناامید نشه. منم همچین قصدی ندارم. نمیدونم پسر، نمیتونم بدون اینکه درباره مرد عنکبوتی حرف بزنم خودمو توضیح بدم. معلومه که میتونی، فقط باید چرا یه متن دیگه نمی‌نویسی؟ ها؟ دو سال پیش. آماده این. خوبی؟ یه قولی به هم بده. حتما. اگه این جواب نداد بی خیال شو. جواب میده. وقت زیادی برام نمونده. فرصتی برای خداحافظی میخوام. من تو رو از دست نمیدم. نمیذارم از پیشم بری. زمان حال. سلام، حالت چطوره؟ ببینم درس خوندی یا نه؟ زنگ زدن یه دلیلی داره. چه خبر؟ بشینید. چه خبر دیگه؟ مشخصه خیلی درس خوندی یا باشه یکی بسه. طلبت. من رسیدم. بچه ها صبح بخیر. امروز یه معلم جدید داریم. سلام. اسم من پیت آقای پارکره و
امروز روز شانسمونه چون امروز روز کلاس فیزیکه و فیزیک عالیه. تا حالا به این فکر کردیم که چطوری بعضی از پرنده ها و یا خزنده ها و حشرات میتونن از یه حوض عبور کنن؟ جوابش 2 کلمه است. کشش سطحی. ببخشید میتونم برم دستشویی؟ هی. خب بسیار خوب. کشش سطحی یعنی انسجام. در حال حاضر کشش سطحی رو میشه در حالت یه معادله گاما نوشت به عنوان نیرویی که به موازات سطح به یه مایع چسبیده. F تقسیم بر طول L که خطیه که نیرو بهش وارد میشه. کسی میتونه ببخشید من کمک لازم دارم. آقای مورالز درسته؟ مطمئنی کمک منو لازم داری یا نه؟ بله. بسیار خوب بچه ها، لطفاً فصل 4 یا 5 یا هر چی که میخواین رو بخونید. مایلز من به این شغل نیاز دارم. اگه مدیر برگرده ببینه نیستم اخراجم میکنه. نمیفهمی؟ میدونم ولی باید اینو ببینی. مارکو چرا امروز؟ قطعاً اخراج میشم. مدیر ایوانز همین جوریشم به خاطر اینکه امروز دیر کردم ازم متنفره. گفتم باید به موقع بیای. اشکالی نداره. خیلی زود برمیگردیم. خوبه چون منم باید درخواست کالج رو با مشاور مدرسه بررسی کنم. معرفی نامه رو تموم کردی؟ هنوز که شروعش نکردم. پس بیا سریع بریم به شهر و به موضوع مارکو رسیدگی کنیم. ام جی سلام بچه‌ها، باید سریع به مرکز شهر بریم. ما داریم از بروکسل رد میشیم. نکنه جیمسون به خاطر بوچه خونه نشینت کرده. هنوز باورم نمیشه اون رئیس توه. واقعا رژیم جدید رو دوست دارم. خیلی سریع رو فرم میای. خب بگو ببینم قضیه مارکو چیه؟ چند سالی بود ازش خبری نبود. طبق گفته شاهدی اون از برادوی رد میشده و چرت و پرت میگفته. اونا میگن به نظر میومده که عصبانی، توهمی و پارانویدی بوده. خیلی عصبانی. مثلا امیدوارم بتونم آرومش کنم. من قبلا دیدم مردم کنترلشون از دست بدن. مراقب باشید. خوبیش اینه که الان 2 تا مرد عنکبوتی داریم. موفق باشید. ممنونم ام جی. میگم ممکن افزار جدیدی که داریم درستش میکنه نیاز بشه. اصلا هنوز امتحان نشده. نمونه های اولیه. ولی اونا رو آوردی دیگه نه؟ حرفی ندارم. مراقب باش. حالت خوبه؟ آره ولی فکر کنم پیداش کردیم. مارکو مرد عنکبوته. چی؟ ببینم اون مرد شنیه. ام جی شوخی نمی کرد. باید بهش کمک کنیم قبل از اینکه به کسی یا خودش صدمه بزنه. دستش به نظر خطرناکه. شاید گرسنه است نه؟ به نظر میاد گرسنه است. آره بهتره به اون گنده‌بک کم غذا بدیم. میشه بگی نقشه چیه؟ سرشو گرم کن یه فکری دارم. وای لعنت بهش. هنوز بعد از این همه سال عصبانی هستی مارکو؟ یوگا نرفتی؟ فکر کنم پیلاتس رو بیشتر دوست داره. فکرت این بود؟ نگفتم فکر خوبیه که. قرار بود امروز یه روز معمولی باشه. قرار بود فیزیک درس بدم و تو اتاق معلم‌ها مکالمه عجیب غریب داشته باشم. همه چیز درست میشه. کمک! گرفتمت. مرد عنکبوتی فکر میکنی میتونی این محموله رو بگیری؟ خیلی سریعه. مشتتم. گرفتمش.
مارکو کوچولو، کاش منم میتونستم این کارو بکنم. اون مردو قبل از اینکه رو لباسم بالا بیاره گذاشتمش پایین. اون تنها نیست، مرد شنی هم چند تا از دوستاش آورده. این چیه؟ میتونه. ظاهرا به کمک نیاز دارم. آقای پارکر، ببخشید شما؟ مدیر ایوانز هستم. اوه بله خانم مدیر. همه دانش آموزا از کلاساشون رفتن بیرون. شما کجایی؟ آقای پارکر؟ من فقط یه چیزی تو ماشینم یادم رفته بود بیارم. چی بود؟ هیچی، من فقط جواب داد. منظورم اینه که الان برمیگردم. برگردین اینجا و مراقب دانش آموزاتون باشید وگرنه بد میشه. به نظر خوب نمیاد. من تقریبا رسیدم. ببینم اوضاع چطوره. هیچی، خانم مایلز بود، مدیر زنگ زد. چی میگی؟ نکنه اخراجم کرد. نه، تو فقط یک کلاسو پیچوندی، ولی من همه بچهای کلاسو پیچوندم و تو شرایط بدی رها کردم. بیچاره شدی رفیق. مرد شنی، همیشه از این اسم متنفر بودم. میدونم از دستم عصبانی هستی. قضیه ربطی به تو نداره. تنهام بذار. من میخوام بهت کمک کنم ولی یه خورده دردناک نمیشه. به نظرم دیدار دوباره رو اصلا دوست نداشت. آره، اون زیاد اهل نوستالژی نیست. بذارید برم، وگرنه شما رو هم میکشم. حرف گوش کن نیست، باید بهش سخت بگیریم. چطوری؟ اون عذاب متنفره، شونه هاش خیسه. اینجور که به نظر میاد حتما برقم دوست نداره. آفرین، ذهنمو خوندی. خوب حسش کرد، ولی آب 4 سمتش بیشتری برق می‌خواد. میکنم تا با برق بزنمش. باشه، منم همزمان آب میریزم روش. گیر افتاده، ضربتو بزن. عزیزم میشه یه خورده شن بهم قرض بدی؟ کسی آب سفارش داده بود؟ بگیر که اومد. مردن که بودی مراقب باش. حالت خوبه؟ آرام، چی بگی نگی. فکر کردم از دست رفتی. به این راحتی نمیتونی از شرم خلاصی بسر. وقتشه ینکی جادو کنه. ینکی هستی؟ داداش دیوونه خونه شده. میدونم ولی گوش کن، یه منبع آب بزرگ تو وال استریت میخواد. بگو کجاست؟ بذار بررسی کنم. مراقب باش رفیق. شما هم همینطور آقای پارکر. حتما صبر کن. چی؟ اون میدونه؟ همه چیز رو میدونه، همه چیز. علاوه ما تو کلاس خیلی عجیب بودیم. میدونستم نباید تو مدرسه درس بدم. مثل اینکه بیشتر میخوای. الان میتونم نزدیک بشم. این به نفع خودته. ای بابا، شیر از چیزی که فکر میکردم سختره. وقتشه با هم رو در روشی. آخه چی
عنکبوتی بگو چه خبره؟ احتمال 100% بارشه. دقیقا همون جاییه که میخواستیم. بچه ها منبع آب روی ساختمون متیسون کارتون رو راه میندازه. 10,000 گالون آب داره. دمت گرد گکی عالیه. منکبوت ها نباید دخالت میکردن. هنوزم داری فکر میکنی همون جاییه که میخوای؟ قبول دارم، فکر کنم یکم زود گفتم. داره بزرگ و بزرگتر میشه. ادامه بده، خیلی نزدیکیم. تانکر آب! مرد عنکبوتی من فقط میخواستم یه زندگی عادی داشته باشم مثل بقیه. گوش کن مارکو، این راهش نیست. برای کسی مثل من راه دیگه ای نیست. ببینم پیت چی شد؟ افتادم بیرون، ادامه بده، همدیگر رو پشت بوم میبینیم. تانکر آب تنها راه ماست. بگو کجایی پیتر؟ برگرد اینجا. همون تو بمون. گمان کنم درگیره. اگه به تانکر آب نرسیم قضیه طولانی میشه. ادامه بده مایلز. من فقط یه زندگی معمولی میخواستم. هنوزم میتونی داشته باشی. دیگه خیلی دیر شده. آی پسر. سلام مامان، همه چیز ردیفه؟ من با پیترم. میدونم همه کانالو دارم نشونت میدن. دارم به مرکز شهر میرم که به مردم کمک کنم. ینکی جاشو تو مدرسه پوشش میده؟ آره، ولی با مشاور مدرسه جلسه دارم. فکر میکنه که من گوش کن، من با مدیر حرف میزنم ولی نیویورک الان بهت نیاز داره. ببین مامان، خفن ترین مامان دنیایی. و لطفاً مراقب خودت باش. دوستت دارم عزیزم. مثل حرفی که مامان زد نمیتونم نیویورک رو ناامید کنم. مارکو، فقط داری شرایطو برای خودت بدتر میکنی. برام مهم نیست. کاش میتونستم درباره این تو مقالم بنویسم. اینطوری میتونستم به کالجی که میخوام برم یا اصلا مرد عنکبوتی میرفت. مایکس فکر کرده رو بسه کنار. فعلا باید تمرکز کنی. آره باید تمرکز کنم. آقا چطور مرد عنکبوتی؟ دارم میرسم. تانکر آب برای خودمونه. راستشو بخوای الان دست اونه. ای ببخشید، چیو از دست دادم؟ متاسفانه اون گونده که شری داره منو میخوره. بذار به جاش یه نوشیدنی بهش بدیم. موفق شدیم؟ فکر کنم نه. پیت! از وسایل جدید استفاده کن. آخرین نسخه نرم افزاری این وسیله ثبات نداشت، ولی بزن بریم. بالای تاری تو داری پرواز میکنی پسر. ولی قضیه هنوز تموم نشده. مارکو تو ساحل شماره 4. اگه اون همه شروع به دست بیاره چی میشه؟ فکر کنم به دست آورده. مایک فوراً به نیاز دارم. پشت سرتم. مایک مایک خودمو تو چه هچلی انداختم.
مارکو آروم باش، مردم بیگناه ها تو خطر انداختی. اونا برات مهم هستن ولی من نه. اونا به حرف مارکو گوش نمیدن ولی نمیتونن مرد شریر رو نادیده بگیرن. مایلز، آره خودمم. ببینم فکری تو سرت داری یا نه؟ کلاس رو شروع میکنیم. گفتی کلاس؟ آره، طوفان مارکو برق زیادی تولید میکنه. اگه ولتاژ رو زیاد کنی چه اتفاقی برای کشش سطحی ماسه میفته ها؟ رعد و برق میزنه، مثل وقتی که من بهش برق زدم. نمره کامل رو گرفتی. تو انرژی زیادی رو جذب میکنی. پرتش میکنم سمت اون. میخوای یه کاری کنم رعد و برق بهم بخوره؟ از پسش برمیای. یه برای فهمیدنش هست. ببینم رفیق، دقیقاً چطوری میخوای جهت برق رو تغییر بدی ها؟ همونطور که گفتی از ابزار جدید استفاده میکنی. نوبت منه. یا الان یا هیچ وقت مایلز، وقت حرکته. چرا بی خیال نمیشین؟ چون قول دادیم از این شهر محافظت کنیم. گنده نکشنی. آماده ای؟ آمادم. کل تنم پر شن شده. من مطمئنم که همه چیز درست میشه مارکو. خیلی وقته که حالم خوب نیست. اگه کمک میخوای فقط باید بگی. شما کسایی هستین که کمک لازم دارید. دارن میان سراغتون. میان سراغمون. شش ماه قبل. با بالا رفتن سنت کند شدی سرگی. ولی سرنوشت تو چیز دیگه ای خواهد شد. ساعت هاست که دارم دنبالت میکنم ولی هیچی نفهمیدی. رقت انگیزه.
ازتون یه آدم در سطح خودم خواستم. بعد اینو آوردین. واقعا که قربان، شاید یه زمین شکار جدید بهتر باشه. آتیش رو روشن کن. شکار بزرگ شروع میشه. مرد عنکبوتی 2. چرا برنامه خراب شده؟ پیت، برای تو هم همینه؟ صبر کن مایک. برید، مشکلی نیست، برید. آره، برای منم همینه. هی گنکی، میدونم کل شبکه مخابرات شهر قطعه. درخواستای مردم چی میشه ها؟ تو صف میمونن، ولی بذار یه روشی امتحان کنم ببینم چی جوری. عجله کن. قبل از اینکه برنامه قطع بشه دیدم توی لیبرتی و برادوی کمک میخواستن. الان میرم اونجا. این جان، گرفتمت، منو بگیر. حالت خوبه؟ الان آره، ممنونم. مرد عنکبوتی، رئیس به کمک نیاز داره. ببخشید. مرد عنکبوتی، با حوزه تماس گرفتم ولی خط قطع شد. باید یه جوری رد بشیم تا تریاجو راه بندازیم. ردیفش میکنم رئیس. متشکرم. آقای پارکر، به کمک شما برای راه اندازی مجدد برنامه نیاز چی لازم داری؟ بری روی پشت بوم ساختمان‌های ورف و لافایت. نقشت چیه؟ خیلی طول میکشه تا شبکه مخابرات دوباره وصل بشه. برای همین میخوایم شبکه خودمون رو درست کنیم. کار بزرگیه. از کی همچین برنامه ای داری؟ از کلاس 7 آرزوشو داشتم، ولی توی چند دقیقه پیش نقششو کشیدم. یه پرتاب کننده اونجاست. این وسیله ها چیه؟ مطالعه محیط زیست توسط یه شرکت جدید. پرتاب کننده برای سنسورهای آب و هوا در ارتفاعات بالاست. این شرکت بهمون اجازه داده؟ آره. با رئیسشون حرف زدم. آدم خیلی خوبیه و دوست داره به مرد عنکبوتی کمک کنه. خیلی خوب. بگو چی کار کنم؟ هنوز چاپگر سه‌بعدی رو توی تار پرتاب کنه داری؟ میخوام فوراً یه چیزی درست کنی. طرحشو برات فرستادم. حله. شبیه پهپاده. ینکی، ما از مردم جاسوسی نمی کنیم. نه اختیاریه. فقط شهروندایی که به برنامه پیام میفرستن از طریق این پهپاد هدایت میشن که من بهش میگم دوست همراه. دوست همراه یعنی چی؟ یعنی من یه دوست پیدا کردم؟ آره. کلاس 7 من خیلی سر حال بودم. خیلی خوب. حالا چطوری اینو بفرستم هوا؟ ترافیک سیگنال رقابتی زیادی هست، پس سعی کن مسیری که من برات مشخص کردم رو دنبال کنی. اینطوری سیگنال بهتری میگیری.
شبکه محلی باید آنلاین شده باشه. بذار به مشترکای برنامه خبر بدم. گزارشگرا ممکنه هر لحظه برسن. ما موفق شدیم. برگشتیم سر کار. اونجا همین الان یه جرم گزارش شده. زود باشم کنید، بریم، عجله کنید. خب بچه ها کلی وقت داریم. پلیسا درگیر شنا هن. بیان اینجا رو خالی کنیم. زود باشین، برشون داریم. اون اینجاست، بزنیدش. اسلحه میدزدین؟ زیر نظر من هرگز. طبق نقشه پیش بریم. کی گفت یه فروشگاه اسلحه تو شهر بذاریم ها؟ فکر کنم یه درخواست بدم که همه اسلحه فروشی رو با یه چیز خوب جایگزین کنن. مردان کبوتی رو حواس. مثلا با یه کافه گفتگو یا کتاب فروشی به کسی آسیب نمیزنه، مجانی هم هست. مثلا بذار بهت بگم تو خیلی خوب مش میخوری. آفرین به تو، آفرین. مراقب باش. گروه بزرگی بودن، چون شهر درگیر شنه دارن سوء استفاده میکنن. کاش میدونستم مارکو چش شده بود. بازم دارن میان. بذار به سبک عنکبوتی استقبال گرمی ازشون بکنم. از سر راهمون برو کنار. جدی؟ یکی از ابرقدرت همه ها. سلام بچه‌ها، برنامه هنوز خرابه. میدونم، سعی دارم یه کار جدید بکنم. یه خورده بهم وقت بده، بهت زنگ میزنم. ولمون کن دیگه. فکر می‌کنی از دستم عصبانیه؟ بعضی وقتا استراب دلیل عصبانیته. فقط دنبال کسایی بگرد که کمک میخوان. الان تو هم که عصبانی شدی. من عصبانی نیستم، مایل تمرکز کردم. دقیقاً مامانم هم هر وقت عصبانی همینو میگه. بی خیال، تو خیلی وقت منو میشناسی. تا حالا دیدی عصبانی بشم؟ خب باید فکر کنم. نمیدونم. یه سوال انحرافی بود. یادم اومد. یه بار که داشتیم بورد گیم بازی می‌کردیم تو همش داشتیم می‌باختیم. اون موقع عصبانی شدی. از دست تو عصبانی نبودم، از دست کائنات عصبی بودم. خیلی خوب. برنامه جدید تو راهه. گفتم تا درگیرشیم یه ارتقا هم بهش بدیم. دنبال یه چیز خیلی عجیب غریب نمیگردم، فقط اگه بشه گزارش مردم رو ببینم قطعاً. کافیه. در حالی که برنامه داره ارتقا پیدا میکنه باید شبکه رو گسترش بدیم. بذار با مایلز هم بررسی کنم. اونجاست. یه خانومه که نمیتونه راحت نفس بکشه. خیلی خوب. مایلز درگیری؟ به پشت ساختمونی که نزدیکته برو. سلام، چطوری؟ احساس میکنم یه خورده استرس داری. حالت خوبه؟ آره، فقط خیلی کار دارم و گرسنم هم هست و دستگاه خوراکی فقط بیسکویت کم سدیم داره. آخ راست میگی، حرف دل منو زدی. یه کاریش میکنم. راستی اون ارتقای برنامه که دربارش حرف میزدم و با کمک دوستم انجام دادم. هنوز منظورم رو متوجه نمیشی ولی تا چند دقیقه دیگه میفهم. خیلی خوب، رسیدم. باید یه پرتاب کننده اونجا باشه. چیزی شبیه پرتاب کننده نمیبینم. نمیدونم، شاید زیر شنا باشه. خیلی خوب، پیداش کردم. حالا چی؟ باید با پرینتر سه‌بعدی درستش کنی. حالا فهمیدم. دال واو سین ت. بذار حدس بزنم. شبکه دوستانه. نزدیک بود ولی واقعا مهم نیست. مهم اینه که از سیگنال‌های مکانی و زمانی همبسته استفاده کنه. محاسبات تو ارتفاع؟
کنگ تو نابغه‌ای. ما اینیم دیگه. من یه مسیر برای پایداری بهتر شبکه مشخص کردم. اگه توی این مسیر بمونی سیگنال بهتری دریافت می‌کنی. خیلی خوب. شبکه محلی وصل شد. یه گزارش جدید داری. دیدمش. دارم میرم. رفیقام گفتن مرد عنکبوتی تو فروشگاه اصل است. بیاین قبل از اینکه برسه اینجا کارو تموم کنیم. سلام پسرا. کمک میخوای؟ کلیداتون رو گم کردین ها؟ بهتر بریم بالای خیابون چون اونجا یک کلیدساز هست. ما میتونیم بزنیمش. نمیشد به جز دوستی یه کار دیگه ای میکردین؟ چه میدونم مثلا به مردم کمک میکردین. عزیزم حالت خوبه؟ آره مامان من خوبم. تو چطوری؟ خوبم. مرکز شهرم دارم به گلوریا توی فیست کمک میکنم. رفتی دیدن آقای سومیدا؟ خب نه. درباره چی حرف زده بودین؟ مرد عنکبوتی توی کالج بهت کمک نمیکنه. ردیفش میکنم مامان قول میدم. فعلا باید برم. کافیه. اسلحه‌های بزرگا بیارید. گفتی اسلحه بزرگ؟ مامانم اینا. چقدر گنده ای؟ بیا جلو بچه جان. الان میتونستم تو کلاس فیزیک باشم و معادلات انتزاعی رو برای شرایط فرضی حفظ کنم. ولی فکر میکنم این فیزیکو بیشتر دوست دارم. مراقب باشید اونجاست. بزنیدش. خب برنامه به روز رسانی شد. ببین چطوره. خیلی خوب. وای پسر کارت حرف نداره. دمت یه گرم. درخواست جدید برات اومده. گنگی کارت عالی بود. این خیلی به مردم کمک میکنه. ممنون. مایلز بیا به آخرین درخواست کمک کنیم و برگردیم مدرسه. من هنوز کلی کار دارم. مرد عنکبوتی نجاتمون بده. یه نوع کریستال داخل پرتاب شده باعث شد لوله گاز منفجر بشه. کریستال؟ الان بررسی میکنم. این دیگه چیه؟ ببینم مگه ما تو رو دستگیرت نکردیم؟ گنده مکه شنی هنوز که اینجایی. مایلز منم میخواستم حالتو بپرسم. فکر کنم دوباره با مرد شنی درگیر شدم. مگه فرار کرده؟ نه من توی قایقم. اون جلوی منه. ولی یه حدسایی زدم بذار با دکترش حرف بزنم. کافیه دیگه حسابونیم کردی. خیلی خوب با دکترش حرف زدم. اون نزدیکی یک کریستال شنی نیست؟ چرا هست؟ خیلی خوب. دکترها میگن ذهن مارکو متلاشی شده و به چند تیکه تبدیل شده. خیلی ترسناکه. ببینم چرا این مارکو فسقلیا همش دارن بهم حمله میکنن. احتمالاً کاری ناخودآگاهی سعی میکنن از این کریستال محافظت کنن. ولی گوش کن. دکترها میگن اگه بتونی همه تیکا رو پیدا کنی دوباره میتونی کاملش کنی. این گنده بکه شنی هم واقعا پیچیده است. خیلی خوب مارکو. ناخودآگاهت از چی محافظت میکرد؟
1 دقیقه باهات بودم و بعدش دیگه نبوده. کریستال سخنگو؟ چقدر عجیب. انگار قسمتی از حافظه مارکو این توه. MJ بهم گفتی که کریستالا تو شهر پخش شده. خیلی باید مراقب باشم. نهای میای بریم آخرین درخواست رو انجام بدیم یا نه؟ مثل اینکه چند نفر تو لیموزین گیر کردن. میرم سراغشون. گنکی، آقای سومیدا هنوز اونجاست؟ آره، الان داره با هیلی حرف میزنه. اون سعی داره معطلش کنه. خوبه. امیدوارم بهم بگه چطوری باید مقاله کالجمو بنویسم. هنوز ننوشتیش؟ میدونی چون من قبلا وارد ESU شدم میتونم بهت کمک کنم. نه دمت گرم. تو همین الانم خیلی کمک کردی. علاوه اگه تو کالج رفتن بهم کمک کنی دیگه بی خیال حرف زدن دربارش نمیشه. آره اینو درست میگی. بیمارستان. جیچونا جیمسون باید به مردن کبوتی خبر بدم. خیلی خوب آقای جیمسون، باید ببرمت بیمارستان. مردن کبوتی نمیتونی حدس بزنی کی تو لیموزین بود؟ خیلی دوست دارم بدونم ولی درگیر یه شیر آتش نشانی هم تموم بشه میام. آقای جیمسون ببینم صدا میشنوی؟ دارم پرواز میکنم سمت مردن چپتم. کبوتی ببین کی اینجاست. چی؟ من کجام؟ مردن کبوتی؟ جونا رفیق خودم خوبی؟ کمک! منو دزدیدن! چی؟ نه من دارم بهت کمک میکنم. یکی عکس بگیره! خلافکارای نقابدار روزنامه‌نگار محبوب و دزدیدن! بعضی وقتا هیچی عوض نمیشه. حداقل با دکترا خوب رفتار کن. اونا منو دزدیدن، من راضی نیستم. تهدید، منو تهدید کردن. ولی جانا جبسون جایی نمیره. من هیچ جا نمیرم. صبر کن. آروم داری منو باش. کجا میبری؟ گفتم داری آروم منو باش. کجا میبری ها؟ یه دقیقه صبر کن. آقای پارکر کجایی؟ مدیر وانز سلام. بله پیتر پارکرم. متاسفانه یه مشکل پیش اومده. واقعا قول میدم که هرچه سریعتر برگردم. الان میایم. بهتره تا 10 ثانیه یه دیگه اینجا باشی وگرنه نه صدا نمیاد. الو. باورم نمیشم چی کاری کردم. سلام بچه‌ها، آقای سومیدا کجاست؟ همین الان رفت. گفتش که داره میره مسافرت. ولی قبل از این که بره یکی از نقاشی‌های منو خرید. فکر میکنه من یه روز معروف میشم. چی میگی؟ این که خیلی خوبه هیلی. وقتی تو نبودی فهمیدم بورسیه رندو گرفتم. فهمیدی؟ جدی میگی؟ آفرین که بورسیه کامل شدی. روز خیلی بزرگی بود. حیف شد که من از دستش نه دادم. رفیق، نمیتونم نگاه کنم ولی نمیتونم نگاه هم نکنم. بالاخره ببینید کی تصمیم گرفته بیاد. میدونم چطور به نظر به میاد. خیلی نظر بده. میاد؟ خیلی متاسفم بیشتر از این ولی حرفاست. میدونم ولی من نمیخواستم اینطوری واقعا بشه. مسخره باور است. کنین اصلا نمیخواستم اینجوری بشه. دیگه کافیه. دیگه تکرار نمیشه. دیگه بهونه آوردن کافیه. کار شما اینه که از دانش آموزا محافظت کنی، نه اینکه ولشون کنی. شما اخراجی. خیلی بد شد. وقتی مرد عنکبوتی هستی نگه داشتن شغلت واقعا سخت میشه. ولی مطمئنم یه راهی براش پیدا میکنی.
سلام. به خاطر شغلت متاسفم. اگه باعث میشه حس بهتری داشته باشی بذار بگم که تو بدتری معلمم نبودی. به نظرت من اینو تو رزومم بنویسم؟ گوش کن پیتر، تو بولتین نیویورک یه فراخوان است. خودم هم دیروز یه عکس فرستادم. درآمدش زیاد نیست ولی خب یه کارایی میشه کرد. این مقاله رابی رابرتسونه که قبلا توی بیوگل با هم کار میکردیم. فکر میکنم بدونم از چی خوشش میاد. ممنونم مایلز. خواهش میکنم. اگه وقت کنم شاید یه چند تا عکس دیگه هم بفرستم. رابی همیشه میگه شهر رو بهم نشون نده. فقط نیویورک رو نشون بده. جالبه، خوب شد. حالا این عکس‌ها رو میفرستیم. پیتر چطوری پسر؟ خوبم، چطوری رابی؟ میدونم انتظارشو نداشتی ولی میخواستم بدونی برای فراخوانت یه عکس فرستادم. میبینیش؟ عالیه، حتما ثبتش میکنم. باید برم، یه جلسه دارم. ولی اگه عکسی از قلب تپنده نیویورک گرفتی برام بفرست. خوشحال شدم خبری ازت شنیدم. منم همینطور رابی، ممنونم. به نظر میاد این یکی از کریستالای حافظه مارکوه که مارز بهم گفته بود. بهتره یه سری بهش بزنم. فکر میکردم دوباره ببینمتون. وقتشه ببینم این کریستال چیه. یک نفر دنبالمونه که میاد ولی نمیخواد نگران باشه. این کار مانه. مارکو فکر میکرده یکی اونو دنبال میکنه. کیمیا کی؟ سلام ام جی. سلام، من دارم میرم خونت یه چیزی بذارم. در پشتی بازه؟ نمیدونم. صبح خیلی زود زدم بیرون. اونجا میبینمت. باشه خوبه. تو و مایز برگشتیم مدرسه؟ آره. چه روز اولی هم داشتید. امیدوارم که فردا آرومتر باشه. قطعاً همینطوره. بعداً میبینمت. میدونستین چی از اخراج شدنم بدتره؟ اینکه بخوای این خبر رو به نامزدت بگی. ترافیک وحشتناک بود. مرد شنی همه جا رو به هم ریخته. مثل اینکه داری موتور سواری یاد میگیری. خب توی شهر خیلی راحت تره ولی هنوز قانع نشدم که یه موتور سوارم. به جاش منو قانع کن. چی شده؟ اخراج شدم. تو که خیلی برای کارت هیجان داشتی. آره میدونم. کل ترمو برنامه ریزی کرده بودم. هفته دیگه قرار بود با یه سیب زمینی موتور هلیکوپتر درست کنیم. واقعا متاسفم. شاید منم مثل خودت بیکار بشم. جونا داره تعدیل نیرو میکنه. یه جورایی. اون میخواد یه شایسته سالاری رادیکالی درست کنه. این دیگه یعنی چی؟ یعنی هر کسی که توی هفته آینده یه داستان برای صفحه اول ننویسه اخراج میشه. خب تو که مشکلی نداری چون تو بهترین خبرنگار اونی. تو این جعبه چیه؟ کتابای فروش نرفته یه سینکاریا خونه خودمه. دیگه جا نداشتم. ولی نظرهای خوبی گرفتی. و فقط 14 جلد فروش رفت. کسی نمیخواد درباره سینکاریا چیزی بخونه. بیوگل بزرگترین خبرگزاری شهره و فقط اونجا میتونم تفاوتی ایجاد کنم ولی اگه اخراج بشم نمیدونم چی کار کنم. اصلا برای کاری که میخوای بکنی به بیوگل احتیاج داری؟ سعی کردم از بیرون تاثیرگذار باشم ولی 14 تا نسخه فروش رفت. نه الان باید از درون تغییر ایجاد کنم. وقت نشد خونه رو تمیز کنم. ببرمشون اتاق پشتی؟ آره. کم کم تمیزکاری رو شروع میکنم.
عمه خانم خونه رو تو رهن بانک گذاشته بود تو فیست بسته نشه و الانم من تو بدهی دارم غرق میشم. کیف نشد تدریس کنی. حالا میخوای چی کار کنی؟ خب راستشو بخوای یه مدت میخوام استراحت کنم، ولی خب هزینه ها خیلی بالاست. نظرت چیه خونه رو بفروشی؟ نمیتونم. یعنی میشه ها، ولی خب نمیتونم دیگه. اگه زمان میخوایی میتونم من وامو بدم. نه نمیتونم بذارم این کارو بکنی. تازه گفتی ممکنه جونا کارمندا رو اخراج کنه. نمیذارم اخراجم کنه. میدونم این خونه چقدر برات مهمه. یه کاریش میکنی. من لایق تو نیستم عزیزم. میگم تا حالا به این فکر کردی که تو هم بیای اینجا؟ قبلا که دربارش حرف زدیم. باید به شهر نزدیک باشم جایی که حادثه اتفاق میافتن. به شامای رمانتیکی که میتونیم با هم بخوریم فکر کن. آخرین باری که شام خونه بودی کی بود؟ اینم نکته خوبی بود. هی اینا چیه؟ اینا وسایل میان؟ آره باید اونا رو اهدا میکردم ولی هنوز این کارو نکردم. به چی نگاه میکنی؟ به عکسای قدیمی و بامزه. خیلی وقت اینا رو ندیدم. فکر کنم این تو اتاقمه. چرا از همچین چیزی عکس داریم ها؟ تعادل؟ معنیش چیه؟ چقدر عجیبه که هنوز هست. باید بررسیش کنم. اگه چیزی پیدا کردی به هم بگو. من دارم به عکسایی که به هم نشون نداده بودی نگاه میکنم. خیلی بامزه است. نگران نباشم ممی. دستور پخت کیک گندم تو سالم نگه میدارم. آه پسر، بعضی وقتا مثل سیلی میخوره تو گوشت. سوراخ کجا بود؟ مرد عنکبوتی یه تهدیده یا خطر؟ خط تلفن ما بازه. خطره، قطعا خیلی خطرناکه. بذار یه چیزی درباره این ابرقهرمان بهت بگم. اون نه فوق‌العاده است نه قهرمان. پس فایدهش چیه؟ کلاهبرداره؟ کسی که دنبال توجهه؟ همش چرت و پرته. صدای چی بود؟ پیتر. من صدای یه موش تو دیوار شنیدم و بعدش میدونید چی شده؟ هیچی. فقط وقتی همسن تو بودم رئیس باشگاه مناظره، کاپیتان تیم فوتبال و نفر دوم ویولون زنای ارکستر بودم. هر سال یه کار جدید می کردم. یه زمانی هم میخواستم دانش آموز برتر بشم. بعدش نابود شدم. به جای اینکه توی چند چیز خوب باشم دیگه توی هیچی خوب نبودم. برای همین کوچکتر شدم. تعادل یه مسیره، نه مقصد. هنوز دارم روش کار میکنم. بیا اینجا. زود باش.
شاید عمه منظوری داشته. نمیتونم بفهممش. نمیتونم درکش کنم. بذار به MJ بگم. راستی یه خبر. فردا چند تا از زندانی‌ها برای ارزیابی به رئون کرافت میرن. میدونی کیا؟ نه، ولی میفهمند. MJ! هری دلم برات تنگ شده بود. منم همینطوره. درباره یه می شنیدم. واقعا متاسفم. خب اروپا بودی؟ به خاطرش متاسفم. توی شهر تو قرنطینه تحت درمان بودم. نمیخواستم شما رو نگران کنم. همون بیماری مادرته؟ همون بود. دیگه نیست. خب فکر میکنم دارم بهتر میشم. هری تو باورم نمیشه، تو بی‌نظیری. حالم خیلی خوبه. وای من باید برم سر کار. فردا شام میبینمت. کنی آیلند؟ مثل قدیما؟ این دیگه جدیده. این یه مهارته که وقتی تو سینکاریا بودیم یاد گرفت. ببخشید سرزده اومده. چی میگی؟ حتما داری شوخی میکنی. میخوای بریم تو؟ راستش میخواستم ببینم وقت داری بریم یه چرخی بزنیم. حتما. عجیبه که فروگال فلایر هنوز تو جاده است. داشتم فکر میکردم مثل قدیما بریم یه چرخی بزنیم. این بیا. دوچرخه قدیمی منه. نه توی اینترنت پیدا کردم ولی خیلی شبیه اونه نه؟ وای آره. حتی برچسباشم، برچسبای روش و بقیه چیزاشم شبیه. مطمئنی همون نیست؟ آره؟ آماده ای؟ آره. کجا بریم؟ خودت میبینی. زود باش. بیا جانمونی. ببینم مطمئنی این کار برات مشکلی نداره؟ آره حالم خوبه. برای اطمینان عصا دستم میگیرم ولی نیازی ندارم. فکر کنم از منم انرژیت بیشتره. خب بگو ببینم چی کاره کردی؟ راستش معلم جایگزین بودم ولی اخراجم کردن. الانم معلم خصوصی یه دانش آموزم. اون خیلی خاصه. خیلی. راستشو بخوای یاد بچگی خودم میفته. چقدر خوش شانسه. من بدون کمک تو حسابانو پاس نمی‌کردم. راستی درباره یه رئیس قبلی دکتر اکتاویوس خوندم. حتما دیوونه بوده. میشه گفت آره. کاش تو اون موقع بودی. هری برای چی درباره بیماری چیزی بهم نگفتی؟ میدونی که سری میومدم. چیزی که میدیدی و دوست نداشتی. درمانم سخت. با وسیله یه درمان توی مخزن شناور بودم. باعث میشد کابوس ببینم. یه مخزن؟ وای. وسایل آزمایشی دیگه. اون دیوونه کننده است. خیلی بده. واقعا متاسفم هری. صبر کن. نزدیک دبیرستان میدتاونی. داری میریم اونجا؟ نمیگم آره نمیگم نه. اینجا رو مثل 10 سال پیش. ممنون. بیا بریم. چرا اومدیم اینجا؟ هر دومون که از این دبیرستان متنفریم. یادت فلشم و دوستام ازم گرفتن و لپتاپمو شکستن؟ بعد نتونستیم ارائه بدیم. برای مسابقه کارآفرین جوان بود. ماها براش تلاش کردیم. و جلسه مدرسه صبح روز بعد. من یه فلش بکاپ داشتم. ولی توی کمدت بود. التماس کردیم بذارن بریم تو مدرسه. ولی قبول نمی‌کردن بعد از ساعت کاری مدرسه. انقدر ناامید بودیم که تو مدرسه قدم می‌زدیم و همه درا رو امتحان می‌کردیم. یادته؟ تا اینکه این در رو پیدا کردیم. صبر کن، داری چی کار میکنی؟ یادمه مجبور شدیم یواشکی بریم تو. بیا بریم.